به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام یک نرم افزاری رو بهتون معرفی بکنم که خیلی به ما کمک میکنه توی خروجی های پیکسلی یا ایزومتریک گرفتن از کار، که حالا در فضای تایپوگرافی و یا تصویرسازی های پیکسلی و ایزومتریک خیلی به ما کمک میکنه. و از اون طرف چون خروجی وکتور و پسوند SVG رو هم در اختیار ما قرار میده، به راحتی بعدها در نرم افزارهای وکتوری نظیر ایلاستریتور میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم. من نرم افزار رو باز میکنم. این صفحه ورودی نرم افزاره که به راحتی هم میتونید دانلودش بکنید و اکتیوش بکنید و ازش استفاده بکنید. من این گرید بندی رو انتخاب میکنم و میبینیم که گرید بندی برای ما ایجاد میشه و حالا با کلید میانبر B به راحتی میتونم براش بزنم. من اینجا یک رنگ روشن‌تر رو انتخاب میکنم. حالا میام یک تایپوگرافی رو اینجا به عنوان مثال ایجاد میکنم و به راحتی میتونم از اینها خروجی وکتور و SVG بگیرم. البته میشه کارهای دیگه هم کرد، مثلا بیایم این ضلعش رو با یک رنگ تیره تری رنگ بکنیم و یک فضای تقریبا سه‌بعدی به کار بدیم و همونطور که میبینید. خب از این گزینه‌های بالای سمت راست ما میتونیم گرید بندیمون رو خاموش کنیم، کارمون رو ببینیم و این نوری که اطراف کار افتاده این رو هم خاموش و روشنش کرد و کار رو اونجوری که باید دیده بشه ببینیمش. اما خب این نرم افزار تا اینجاش گرید بندی مربعی مخصوصا برای استفاده در تایپوگرافی‌های خط کوفی بنایی نداره. برای این کار باید این گرید بندی رو بسازیم. میام به منوی ویو و روی گزینه شیپ کلیک میکنم و همونطور که میبینید اینجا خیلی گرید بندی های متنوع تری رو در اختیار من قرار میده. میام روی گزینه سومش یعنی ورونای انتخاب میکنم و از اینجا توی پرست هاش روی گزینه پیکسل کلیک میکنم. حالا میتونیم با استفاده از این گرید بندی مربعی مخصوصا در حوزه تایپوگرافی های خط کوفی بنایی نوشته های خودمون رو بنویسیم و ازش خروجی های وکتور هم بگیریم. به عنوان مثلا من کلمه الله رو اینجا می نویسم و حالا برای اینکه خروجیش رو بگیریم میام به گزینه فایل، اکسپورت و از قسمت پسوندها و فرمت ها روی SVG کلیک میکنم و روی دسکتاپم ذخیرهش میکنم. رزولوشن رو هم بالا در نظر میگیرم. اوکی و همونطور که میبینید این پسوند SVG اینجا ذخیره شده و با استفاده از گزینه اوپن ویت توی ادوبی ایلاستریتور میتونم بازش بکنم و به صورت وکتوری از این کاری که انجام داریم در نرم افزار مارموست هگزلز استفاده بکنیم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون باشه.